منم ابلیس. منم ابلیس. منم ابلیس، سرآمد رانده شدگان، رجیم مخذول و زبون. طرد شدم از عرش، فرود شدم به پست بردون. مرا مهلت دادی تا پایان زمین، پس بشنویم قسم آدم ابوالبشر. تا مهلت زمین و من باقی است، آرام ننشیند ابلیس. پیش از فنا می فریبم به انواع گناه فرزندان آدم را، که آنان را اغوا کنم به جهل. جهلی شیرین. بزرگ بوت این محفل، مقام بعد از نمرود تویی تو. ایسانجا چه میخواهی در این بتخان؟ نه. سرزمین بابل، مقر فرمانروایی نمرود ابن کوش، بزرگترین دیار آن ادوار بود. نام این شهر بزرگ در قرن 4 قبل از میلاد مسیح از تاریخ برافتاده و زیر خروارها خاک مدفون گشت. مردم آن زمان به پرستش اصنام دروغین مبادرت ورزیدند و نمرود را خدای خدایانش می‌دانستند. بابلیان سوگندتان میدهم به خدای خدایان نمرود. خدایی داشتم که گرد و غبارش میروفتم، دست نوازشگر غبار پرانم به این خدای مهنت زده اصابت کرد و به بار آورد نفرینی ابدی برای من. باز کنید راه را، مگر صناعتگر خدایان آثر بت تراش گر از بخت بد بگشاید. باز کنید راه را. تراش میخورد خرسنگ بیابان به دست سخاوت این پیر راهنما و این بزرگ کاهن بابل، مخدرات رقم میخورد، ابرهای تیره کنار میروند و آسمان بابل اور جرا میگیرد و منور میشود.
چون آذر قلم می‌فرساید بر پیکره خدای از خدایان و خدایگان نمرود، به همین سبب است که عزیزش می‌دارد به این دیار عزیز و گرامی. ساخته دست من نیست این بت، کار اویس بت تراش است. تو شاعری هستی در خرمرد، تراشگران چیر دستم تو را بی مزد و منت خدایی سازند هم شأن کلامت. برید کنار، ترتیب کنید. برید کنار، ترتیب کنید، ترتیب کنید. به چه می نگری؟ برید کنار، ترتیب کنید. به نمرودی ظلم میزنی که قدر مرا ندانست. من اویس او بت‌های آذر را گرامی تر داشت، عزیزتر. چه بر سرش آوردند نمرودی؟ چه شده ساره؟ ابراهیم سجده نکرد. کی؟ برادرزاده آذر بت تراش بود. ابراهیم سجده نکرد. بردند او را پدر، بردند. هر که سجده نکند مجازات می شود. لوط، تو ابراهیم را ندیدی؟ سجده نکرد آذر. سلام ابراهیم. حصار این دخمه سیه چاله مرفه تر بود تا خانه عمو. چرا باید سجده کنم؟ به پای بنده ای که هم نوع من است. گوشتیست بر استخوان. بس کن ابراهیم. نیش تلخ این زبان آشفته سر کرده نمرودیان را هشدار. زین پس وساطت آذر نیز کارساز نخواهد بود.
آذر، چرا فرزندم را به بت تراشی واداشتی؟ روز پیشین راز داشتن فرزندی برومند را آشکار ساختی بر من. او را واداشتم چون فرزندانم تراش دهد کالبد سنگ ها را. چه هنرمندانه، واه که چه زیبا تراش دادی. ای کاش پدرت تارخ زنده بود و میدید چه ظریف میتراشی. تو از فرزندانم سری بتراش 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 که جانشینم تو خواهی بود. چه کردی؟ به چه کار شما می آمد؟ پرستش؟ سنگ را؟ چیزی را پرستش می کنید که خود می تراشید؟ تو عصای آتیه آذری، زنان رسوایی عمو. تو از این پس نمی تراشی، می فروشی. خدایان را در بازار بابل به مردم عرضه می داری. بت دارم رنگین و صیقل خورده، ارزان و گران، نه مضرند نه سودمند. بیایی بیچاره سکه‌ای، بت دارم ارزان و گران. بیایید از من بخرید آنچه را که سود و زیانی ندارند برایتان، ارزان و گران. بیایید بیایید از من بخرید آنچه را که سود و زیانی ندارند برایتان. از این طرف من حق پدری به گردن تو دارم ابراهیم. با عشق بزرگ کردم تو را، با عشق. گفتم برومند میشوی و سرور و سالار این صناعت بتسازی، نه آفت و بلایش. میتراشی بر عریکه این سنگستان. بتراش با ظرافت و هوشمندی و به خوشدلی بتراش. با دستان برومندت این سنگ های سخت را آنسان که من میخواهم نرم و رام و آرام ساز. بتراش با دستانت. این دست ها ساخته کیست؟ تو را از آذر خریدم به سکه های گران. پس من قدرت تو هم، من خدای تو هم. تو باید کرنش کنی. کرنش کن. تو اگر بر بابلیان خدایی توانی کرد، بر من نتوانی. کرنش کن. کرنش کن. این چیست؟ تختگاه نمرود بزرگ. این تخت نیست که جهل است. نمرود بر تخت تکه نزند که بر جهل بابلیان تکه زند.
تو زرنگی، اما به اندازه‌ای که آگاه باشی جهل بابلیان را. مادامی که این مردم در جهل خیش می‌دولند، میتوان حکومتی فراتر از خدایی بر جهلشان کرد. پس جهل بندگانت حفظ کن. بالاخره آزاد شدید؟ به جفای نمرود اسیر، به وساطت آذر آزاد. نمی ترسید خبرچین نمرود باشه؟ خبرچینان نمرود مهربان نیستند سارا. از کجا می دانید مهربانی ساری را؟ نمرودیان ضعفا را دستگیری نکنند. کارستان کردی آذر. این دست ها معجزه می کنند. نمرود اگر تو را ببیند خدایی خویشت یاد می برد. جلایش دهید. لوط چه شد؟ چند روزی است به کوهستان رفته برای عبادت. عبادت عبادت عبادت. ابراهیم برادرزاده من است ولی از من نیست. به نظره می روم شاید بازگشته باشد. تو چشمان نمرود هستی هارپاک. قول دادی آذر را مغلوب درگاه نمرود کنی، نه محبوب. تو قول دادی بت بزرگی را که با دستان آذر صناعت می شود هرگز به بتخانه نرسد. بتی که من ساختم را در نظر نمرود گرامی داری. سخت است اویس. آن روز که از درگاه نمرود رانده شدی، آذر نشان صناعت خدایان را از فرمانروای بابل دریافت داشت که البته گردنش را سنگینی می کند. نه هارپاک، در نظر دار اگر روزی آنچه را دیدم فاش دارم برای نمرود، چه ایام سختی خواهد گذشت بر مرا تهدید نکن اویس. اگر لازم باشد زنده به گورت می کنم تا دیگر هیچ نبینی. فکر آن جایش را کردم. اسرار تو را با امینی باز گفتم و سپردم. اگر روزی به تیغ هارپاک هلاک شدم، زحمت این مهم را او برای نمرود متحمل شود. فراموش نمی کنم روزی را که برای تفرج به جنگل شدم. در لالوی درختان دیدم اسبی بلند. باشد بت آذر به بتخانه بابل ورود نکند. حالا برو اویس، اینجا نمان. خوب است هارپاک، خوب است. هارپاک، اویس بت تراش اسرار ما را فاش خواهد گفت برای نمرود. اگر رقیب طلایه دارش آذر را بدر نکنم از این میدان. اگر گفت هم او را میکشیم؟
هم نمرود را. آرلاها در احوال این جماعت اندیشه کردم، دیدم همه پوچ پرستند، پوچنگار. بشنو. ای اجرام لامه که خدایی میکنید ما بندگان را، ای ستارگان این پهن دشت افلاکی که مالک فردای مایید، مالک جان و مال ما و مالک ملک و جهان ما. دریابید ما بندگان را. چه میپرستید؟ حضورت آزار میدهد جان ما را. دور شو از اینجا. چه اجرام پرستش میکنید حالان که درخشان تر از زهر اختری در آسمان نیست؟ من آن پرستش میکنم که با شکوهتر و منورتر است. چه آمد بر سر خدایم زهره؟ چرا افول کرد؟ چرا رنگ باخت در برابر ماهتاب؟ نه، من دیگر زهره نمی پرستم. اینک ماه است خدای من، عظیمتر، درخشانتر. چه میخوای از جان بندگان اجرام؟ دور شو از اینجا. دور شو. دور شو. من نیز بنده ای از ایشان. افول کرد. ماه نیز افول کرد. خورشید سوزان سروری کند بر بندگان. دور شو. رها کن بندگان اجرام. خورشید نیز چون ماه و زهره افول کرد. این چه خدایی است که افول می کند؟ من خدایی پرستش می کنم که فنا نشود. اجرام نیستند خدایان من. خدا یعنی باقی، نه فانی. در پی خدایی نو خواهم رفت. آنها ستاره می پرستیدند، اجرام آسمانی به اغوای رجیم. بشنو. او را قربانی می کنم در راه خدایان تا غضب نکنند که پای کودکم خدایم را شکست. او می دوید چست و چالاک پایش به بت اعظم اصابت کرد و در هم شکست. این چه خدایی است که یارای دفاع از خیش ندارد؟ کودکی از پایش درآورد. نمیدانم خدای تازم این نیمه شکسته است یا فرزندم که خدایم شکست. آخرش همه مخلوق تو را مدبر عالم دانند. شک ندارم تویی مدبر هستی. همه جا حاضر، ناظر، حاضر، ناظر. چرا جهلشان آشکار نمی کنی؟ چرا جهلشان آشکار نمی کنی؟ من که میدانم هستی، وجود داری، قدرت داری. پس چیزی بگو، نشانی که میشنوی کلامم. صدایم را میشنوی؟ صدایم را میشنوی؟
پاسخت نداد ابراهیم. مرا یاری کن. یاوریم کن که یاریش نکنم. منم جبرئیل، پیامدار ملکوت. خداوند تو را به رسالت برگزید تا رسولش باشی بر اقوام و اقطار بشر. به آنان که شرک می‌ورزند و انکار می‌دارند ربوبیت فرمانروای آفرینش را خواهی آموخت طریقت یکتاپرستی. این ندایی است که می‌رساند سلام آدم ابوالبشر را به تو ابراهیم، پیامبر خدا. وای بر تو، کاخ نمرود را بر سرت خراب میکنم هارپاک. من فرستاده خداوند یکتا هستم بر شما قوم بابل. ابراهیم، چه اندیشه‌ای در سر داری؟ این سر پرسودا، سر سرما زده. خوب است التماس، پس التماست میکنم. خوب است زاری، پس زاری میکنم. آرامش من ملعبه دست تو نیست پیامبر. 3 روز دیگر مراسم اکرام خدایان است. روزی خجسته و مسعود که آمدنش را روز از پی روز صبوری کرده. خرابش نکن. آذر، هرگاه بخواهید این جماداتی که شما بت میخوانید و خدا میشنوند سخن شما را؟ به حال شما سود و زیانی توانند داشت؟ ما پدران خود را در پرستش این خدایان یافتیم، هرچند جماد و بی اثر، ولی باز میپرستیمشان. پرستش میکنم همان خدایی که آفرید مرا و هدایت میفرماید به الطاف خیش، همان خدایی که به کرم خیش غذا دهد مرا چون گرسنه شوم، سیراب کند چون تشنه شوم، شفا دهد چون بیمار شوم. همان خدایی که میمیراند مرا و سپس زنده میکند به میوه ابدی آخرت. همان خدا که چشم امید دارم هنگام رستاخیز بیامرزد گناهانم را، که او آمرزنده مهربان است. مرا تنها بگذار. اگر میتوانی از بابل دور شو. برو. هارپاک به خدایگان خیانت کرد. کذب است، کذب است. کذب است. این مرد سراپا کذب است و ریا و فریب. بیرونش کنید از درگاه. توطئه در سر دارد. دور شو از تختگاه ملعون. دور می شوم وزیر معظم، اما وقتی دور می شوم که راز خیانت هارپاک را
به خدایگان بابل بازگویم و راز آن جنگل مفرح آشکار. به خدایگان بابل سوگند تو را میکشم. ببریدش. نمرود بزرگ مرا بکشید، اما بگذارید بازگویم این راز. رهایش کنید. او مجنون است. زهر انتقام در سینه دارد. سر آن دارد خدشه‌دار کند حریم فرمانروا را. او درد آذرنوازی دارد از خدایگان. در آن روز پلید به نیت تفرج به جنگل در آمدم تا آنکه دیدم اسبی را به قامت سرو، پس آن اسب بانوی بابل و این مردک در خلوتی سبزینه. همسرت به سبب انتقام خون پدرش به تو خیانت کرد نمرود تا حکومت بابل با نفوذ هارپاک براندازد. به تو خیانت کرد نمرود. مجالشان نده، مجالشان نده نمرود. بسیار خوب اویس، شنیدم. برو. برو. نیستم. من در این بازی نیستم. دیگر نه. نه من نیستم. تمام میکنی. تو این بازی را تمام میکنی هارپاک. اوبیس فاش گفت اسرار ما را. اگر شانه خالی کنی از آنچه وعده کرده ای، با ترفندی زنان نمرود را به کشتن تو وامی دارم. شمشیر! میخواستی انتقام عشیره و پدرت را بگیری؟ این تیغ مرا بکش! بگیر. بکش مرا! نمرود بزرگ، ببخش من هنوز به درد میخورم. بابل به همت و درایت من فرمان برداری خدایگان را میکند. مرگ من پایه های حکومت بابل را متزلزل میکند. من را نکش، التماس میکنم. چرا میبخشم؟ چون هنوز بابل به تو نیاز دارد. جامه بدل کن وزیرک، تو هنوز وزیری. ببخش مرا. برخیز. خدا میکنم. من اگر جای تو بودم به اوبیس رحم نمی کردم. ما به مراسم عید می رویم. با ما همراه نمی شوی؟ ساره نیز با ماست. نه، بیمارم. تو هم برو لوت. ولی بشریت الهی است.
مصلحت است. تو هم برو. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. خدایگان در بابل مقام بعد از نمرود توی کیستی تو؟ من نابودگر خدایان. صدایت خوفناک نیست. اما حضورت آزارم میدهد. چشمانم سو ندارد دیگر. کیستی که ترک گفته ای مراسم عید خدایان را؟ اگر نزورات آوردی بگذار و برو. پس چرا نمیخورید طعام؟ چرا از خود دفاع نمی کنید؟ چرا تصور میکنید در هم شکستن خدایان کار من بوده؟ تنها کسی که از شهر برون نشد برای مراسم اکرام خدایان تو بودی. ابراهیم، برادرزاده آزر بت تراش. بابلیان نیز دیدند. این تبر توست ابراهیم. تبر را بدهید. بریده باد دستی که تبر بر پیکر خیش بکوبد، هم اگر از تبار آذر باشد. از آذر شنیدم باوریان تبری یافتند بر دوش بت بزرگشان. گمان نمیبرید این کار کارستان بت بزرگ بوده؟ از او بپرسید چه بر سر خدایان کهتر آورده. همه میدانند خدایان قادر نیستند به کلام، از آنان ساقط است توان حرکت. آری میدانم. شما خدایانی را میپرستید که قادر نیستند به کلام و شما تمسک میجویید
به خدایانی که برای این سرزمین و اهلش نفع و ضرری ندارند. حالان که شما از حقیقت وجود خداوند یکتا که در حیطه قدرت اوست هر نفع و ضرری وامانده اید. اف بر شما آنچه پرستش میکنید. پس حقیقت دارد ادعای پیامبری تو ابراهیم. تاری کافیست. الپاک به نگار بر لوح مدام منشور نمرود را بر کیفرین پیامبر. مهیا شود آتشی به بلندای افلاک با هیزم بسیار. این پیامبر سوزانده شود. اطاعت نمرود بزرگ. در مراسم سوزاندن بابلیان حاضر شوند. همه! اویس، منم مغلوب تو حاضر. این رزم را تو بردی. کارگاهم را می فروشم. دیگر رقیبی نداری. سرمایه زندگیم را می سوزاند. شفاعتم دیگر کارساز نیست. از چشم نمرود افتاده. نوبت توست که تاخت کنی. بتاز. بتاز. آن ابراهیم، کجاست فریاد از خدایت تا برهاند تو را از این مهلکه جرار؟ کجاست؟ منم ابراهیم، پیامبر خدای پاک و یگانه. آنچه جز خالق یکتا پرستش می کنید خدایانی جمادند و بی اثر که با دستهای خیش تراش داده اید. بدانید آنکه را جز خدای یکتا می پرستید قادر نیست بر رزق شما. رهایشان کنید این خدایان دروغین را. روزیتان را از خالق طلب کنید و خالق پرستش کنید، نه مخلوق. آتش زبانه کشیده. چگونه داخل نار شود این بت شکن؟ منجنیق
منجنیق. نه صبر کنید. من نیز تاب سوختن دارم. تو زن را افلاکی خواندی پیامبر، تو اکرام کردی مادران را. خدایانی که واماندند از نیش تبر خدا نیستند. من ساره همان خدایی پرستش می کنم که تو. مرا با او بسوزانی که من هم تبر دارم. این بار بت نمرودی می شکنم. این بار بت خانه نمرودی در هم شکنم. بیا منم فرشته باد ابراهیم آمدم بیاری. منم فرشته باد ابراهیم آمدم منم بیاری. فرشته آب ابراهیم آمدم منم بیاری. فرشته آب آمدم بیاری. خداوند مرا کافی است رسولان افلاک، اوست بهترین وکیل. خدای من سرور کائنات است، نزاده شده و نه میزاید. حیات و ممات در احاطه قدرتش. کریم است، مهربان، حلیم است. همان که زنده می کند و می میراند.
جان میدهد و میستاند. به فرمان خدایگان 2 محکوم به مرگ را مهیا کنید. به زندان می رویم. این بت شکن نیز بیاید. بازش کنید. آزاد است. آزاد است. بازش کنید.